آخرین پیکره اولین اساسگزار دولت سوسیالیستی در جهان ولادیمیر لنین در مرکز ناحیه مومین‌آباد در جنوب تاجیکستان حفظ شده است. این ناحیه در زمان شوروی ناحیه لنین نام داشت. پیکره لنین در روبروی بینای رئیس ناحیه قرار دارد. مقامات در مومین‌آباد میگوید تا زمان ناحیه وجود دارد مجسمه لنین حفظ خواهد شد. لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومین‌آباد گفت پیکره لنین به کسی نه تنگی و نه ضرر آورده است. هیکل لنین تا روزی که مومین‌آباد هست هیکل لنین نگهداری کرده می شود. در روز تولد لنین در پایه هیکل لنین گلچم برگزاشته می شود. خاطره او پاس داشته می شود. او گردش با آباد کرده می شود. رئیس مومین‌آباد برچیده نشدن مجسمه لنین در مومین‌آباد را گفت با وجود اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بودن نان شوروی را خورده بزرگ شده است. با گفته لطفیه شریفزاده تا امروز طرفداران حزب لنینی به کسی ضرر نرسانده است. پارتیای کمونیستی هیچ دور زمانده هیچ کس ضرر نرسانده بود، نرسانده است، این نمیرساند. طرفدارای او هم حاضر یگان کس وای نمیکند، ضرر نمیرساند. چون مادر ما حاضر اعضای حزب کمونیستی تاجیکستان هست. لطفیه شریفزاده رئیس مومین‌آباد عیناً سخنهای مقامات ناحیه تیمورملیک را تکرار میکرد. سال 2014 حکومت ناحیه تیمورملیک برای ترمیم و بازسازی مجسمه لنین $1500 صرف کرده بود. مجسمه لنین هم در ناحیه تیمورملیک در پهلوی بینای رئیس ناحیه قرار داشت. حالا آن مجسمه برچیده شده در جای آن میدان نشان درست کرده ایستاده اند. شهر نویلی میگرفتن و امروز ما یاد داشتیم که هیکل اسماعیل سومانی را کنیم و امروز دیدیم که لحاظ اومد زمین جای پای نداریم پرچم و نشان رمزهای دولت در اینجا ساختمان شد. خیلی دیدیم تا چند سال پیش مجسمه های ولادیمیر لنین همچون میراث دوران شوروی مرکز همه شهر و ناحیه های تاجیکستان را میداد. اما با تدریج هیکل های لنین با رمزهای معاصر دولتداری تاجیکستان و اساساً با پیکره های اسماعیل سومانی، پرچم و یا رودکی عوض کرده شده اند. نخستین تجربه کندن هیکل لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیر ماه سال 1991 خاطره منفی را به جا گذاشته است. این اقدام در ماه سپتامبر سال 1991 موج اعتراض طرفداران حزب کمونیست را به بار آورد و به سلسله گردی همایی ها ادامه بخشید. بسیاری ها این واقعه را آغاز جنگ داخلی تاجیکستان می شمارند.